و شما بینندگان عزیز، در استودیو باز هم برنامه لحظه با روانشناس و من هستم مریم دولت‌آباد در خدمت شما. امروز یک موضوع به نظر من برای شما مهم ولی گویا که از عالم روانشناسی اندک دورتر پیشنهاد شما می شود. موضوع تقویم. تقویم چیست؟ این کلمه رو شاید همه دانند، شاید بسیاری ها دانند. ترجمه روسیش کلندر است که بسیار استفاده میبریم. سالهای پیش در همه خانه ها تقویم بود. تقویم های دیواری بود که ما ورقش میکندیم. و تقویم های دیگر بود در دیوار چسبانده میموندیم و ما بینیم که کدام روز چی کار داره. امروز تقویم ها در داخل تلفن ها، در داخل ساعت ها هستند. و دیگر حتی تقویم های کیسگی هم نداریم. در دوره جوانی ما تقویم های کیسگی یک تحفه سال نو بودن. ما با همدیگر تقویم تحفه میکردیم که تقویم های صورتدار خیلی زیبا بودن چون کارت های امروزه و آدم همراهش در کیسهش دائم داشت. اگر که نیتی هفته آینده، ماه آینده چی کاری کردنش لازم باشد با تقویم می‌نگریست که با کدام روز و راست میآید. اصلا تقویم برای انسان چه لازم است؟ تقویم پیش از همه تنظیم وقت ماست و در داخل تقویم ما سالها رو میدونیم، ما ماه‌ها رو میدونیم، هفته ها رو میدونیم، سنه های روز رو میدونیم. این همان چیزی است که ما همچون ساعت استفاده میبریم. مثلا اگر ما به جای رفتنی باشیم میگیم ما ساعت فلان جا و فلان جا میرویم یا فلان روز و فلان جا میرویم. و تقویم به ما امکان میدهد که ما وقت خود را جا به جا گذاریم. و از بس که انسان در داخل نظام همیشه زندگی میکند، ما همیشه یک نظام های معین داریم که کارمون با جامعه در یک شکل منتظم، در شکل موافق برای همه، در شکل براحت برای همدیگر صورت بگیرد. مثلا تقویم کاری ما چیست؟ در یک هفته 5 روز کار، 2 روز استراحت. ساعت کاری ما 8 ساعت است. همه اینها برای تنظیم وقت، برای تقسیم و جا به جا گذاری وقت خیلی مهم است. مردم دهه، مردم مثلا کوهستان اگر چوپان باشد یا باغبان باشد، آنها تقویم خودشان را دارند. تقویم آنها فصل های سال است. ما اگر که آغاز زمستان را از 1 دکبر بگیم، بابای دهقان میگه نه، از 21 دکبر وقتی که چله آغاز می شود. آنها با تقویم خودشان زندگی میکنند و همین گوناگون بودن تقویم ها چیز نیست برای انسان ها خیلی مهم است. ما هر کدام ما باید تقویم خود را بدانیم و در داخل تقویم زندگی ما باز حالت انفرادی هم دارد. مثلا خواب، برای یک نفر 8 ساعت خواب لازم است. پس او باید وقتش را معین کند و بر وقتتر برود به بستر خوابش. برای یک کس 2 یا 3 ساعت کفایه است. پس این آدم میتواند شبانه هم کارهای را اجرا کند و پگاه سحر باز هم بردم به عافیت آماده به کار و زندگی بیدار می شود. و برای خیلی مهم است که ما بدانیم که ما کی هستیم. برای آدم شهر، برای آدمی که در کار است، دانستن تقویم و رعایت تقویم براش خیلی مهم است. تقویم برای چیز دیگر هم لازم است. اگر موسم های سال رو بگیریم، مثلا شما در تابستان هوا گرم است، به راحت غم زمستان رو نمیخورید. ولی آدمی که تقویم ها رو میداند، همه ما میدونیم که زمستان یک روز نه یک روز می آید. ما پیشکی آماده میشویم به زمستان. جایی که حوله ها هست و دهه ها هست، آنها هیزم میخرند، انگشت میخرند، ذخیره آرد و برنج و چیزهای دیگر رو میخرند که در روزهای سرد کوچه نبرند، برای خرید از جای به جای نروند که تشویششان کمتر باشد. مردم شهر هم سالهای پیش در تابستان غم زمستان رو میخوردن، لباس زمستانشان رو میگرفتن. ولی امروز شکر سیروی پوری شما میتوانید کدام فصل سال باشد بروید به بازار یا مغازه و شهر لباس زمستانه، تابستانه اصلا لباس موسمیتون رو بخرید. این هم تقویم است. این هم آن چیزی است که ما در دایره تقویم اجرا میکنیم. پس زندگی ما در داخل یک نظام های معین وقت همیشه جای دارد و سبب اساسیشان است که وقت چیز خیلی قیمت است. اگر ما طرز جابجا گذاری وقت را ندانیم، از بس که عمر خیلی کوتاه است، وقت را بیهوده صرف کنیم، ما یک عمر دراز میتوانیم بینیم.
60 70 سال عمر میتوانیم بینیم ولی کارهای زیاد اجرا کرده نمیتوانیم. و برعکس اگر که ما به قدر وقت برسیم ساعت خودمون رو، موسم کار خودمون رو، هفته کاری خودمون رو درست استفاده کرده توانیم با تکیه به تقویم ها ما واقعا ثمره زیادتر از این زندگی میگیریم. اگر همین خیلی بینید مثلا آدمان بزرگ، آدمان خیلی موفق، تاجران صاحب سرمایه های بزرگ و آدمان عادی، همه اینها 24 ساعت وقت دارند. یگان نفر از 24 وقت زیاد ندارد، یگان کس هفتهش 12 روز نیست. ولی یک نفری که به قدر وقت میرسد کار تابستانه و زمستانه‌اش را معین کرده میتواند، موسم های کارش را، دوره کارش را، ساعت های کارش را درست جابجا کرده است، او واقعا ثمره های بیشتر به دست می آورد. و نفر دیگری که بی‌پروا است، این چیزها را به نظر نمیگیرد، نسبت اینها یک احترام و به ارج‌گذاری درست ندارد، واقعا در دوام یک زندگی معین فقط یک مقدار کمی کارها را اجرا میکند. پس دانستن تقویم ها برای ما خیلی مهم است. یعنی دانستن که ما هممون میدونیم که تابستان هست، زمستان هست، بهار است، ترما است. ولی اگر در داخل این تقویم ها ما عمل های خودمون رو معین کرده باشیم، مثلا یک نفر دوست می‌دارد در تابستان دم گرفتن رو، براش راحت تر است اگر که در تابستان دم بگیرد او قوه زیادتر به دست می آورد و هنگامی که به کار برگشت الکی خیلی کارش با ثمره می شود. یک نفر دوست می دارد در زمستان او در برف مثلا لیژرانی می کند یا جای سیر برف می رود، اونجا با استراحت فعال مشغول می شود و راحت می کند. و اگر که انسانی که این چیزهای رو درباره خودش می داند، طرز درستی وقت رو و طرز درستی استراحتش رو با وقتی که با او موافق تر است، اگر اینها رو به هم دیگر یک جای کند، آنها رو به هم دیگر مطابق گرداند، او از این تقویم خیلی برد میکند. خوش اگر از نگاه حتی شبانه روزی بگیریم، آدمی است که شب کار کردن برای او همچون ساعت کاریش است و انسان باید اینها رو درباره خودش همیشه بداند که شما کی هستید. دیروز من یک چیز خوندم، یک نفر متخصص خواب میگه که بعضن آدمان مراجعت میکنن میگن که من شب در روز خوابم نمیبرد. در اصل میگه این آدمی است که خوابش باید روزانه باشد نه شبانه. و اگر که شما درباره خودتان این گونه معلومات را نداشته باشید، وقتی که روزانه وقتی خوابتان میاد شما خواب نمیروید و شبانه انتظارید که خوابتان میبرد، بعد در اون جگه میدارید ولی خوابتان نمیبرد، پهلو میگردد، از این پهلو به این پهلو عذاب میکشید و سحر خیلی خسته بیدار میشوید. و در این مورد متخصص توصیه میکند که اگر شما آدمی باشید که دوره فعالی معینتان به شب راست بیاید، شما کارهایتان را شبانه کنید، خودتان را مجبور نکنید، یعنی به نظام عمومی بشری خودتان رو در این دوره میتوانید مطابق نکنید. ما میگیم که شب وقت خوب است ولی برای شما شب وقت کار است. آدمان هستند که سحر بر وقت میخیزند و خیلی فعال کار میکنند، خصوصا کار فکری اگر باشد، کار ذهنی باشد، اونها میتوانند سر کامپیوتر نشینند یا که کتاب بخونند یا کدام کار دیگر رو کنند. ولی آدمی است که بعد پیشین فعال میشود. با این گونه آدمان حتی مثلا قهوه یا چای شیرین کمک نمیکند. قهوه یا چای شیرین اگر خودتان رو مجبور کنید شما رو چند دقیقه فعال میکند، ولی باز هم از که جسم شما ریجه خودش را دارد، شما در یک همون دوره که برای خودتان وظیفه را گذاشتید کار با صفت و با ثمره کردن نمیتوانید. از این روز ما باید دانیم هستن آدمان تابستانه، آنها تابستان رو دوست می‌دارن، در هوای گرم گشتن دوست می‌دارن و آدمان هستن که زمستان رو دوست می‌دارن. این وابسته به جسم آنها است. در بعضی حالت‌ها این چیزها میتواند وابسته باشد به دوره تولدشان. آدمی که در تابستان تولد شده است شاید این دوره براش راحت باشد. آدمایی هستند که در زمستان تولد شدن و برف رو دوست می‌دارن. این یک چیز دیگر است. غیر از این در داخل تقویم ها یک چیز دیگر هم هست که مثلا ما سال شماری اگر که خطای رو بگیریم که به حیوان ها تقسیم شده است. در جهان چند تقویم است. ما مثلا امروز زندگی میکنیم از روی سال شماری گیورگی که همین سال شماری که ما هست که مثلا ماهای یانوار و فوریه اینا دارد. خوش تقویم دیگر هم هست که تقویم هجری است.
اونجا ماه‌ها دیگر نام دارند و چرخ زدنشون هم دیگر خیلی است. مثلا ماه رمضان هر سال از سالهای پیشین فرق میکند، زیرا سال شمسی در داخل سال قمری در داخل سال شمسی چرخ میزند. و در این مورد هم اگر که ما سال شماره خطایی رو بگیریم که سالها مثلا سالی که از پیش میاد از سال مار نام دارد، اینجا هم یک چیزهایی است که انسان باید درباره خودش داند. مثلا آنهایی که در سال مار تولد میشوند چگونه خصلت ها دارند، با آنها چگونه مناسبت کردن ممکن است. یعنی ما پیش از همه خودمون درباره خودمون بدونیم که اگر که ما در کدام دوره تولد شده ایم، در کدام دوره برای ما راحت تر است، یا استراحت یا کار، ما این رو درباره خودمون باید بدونیم. در این حالت ما هنگامی در رفت زندگی، در رفت فعالیت قوه خودمون رو کمتر بای میدهیم و هنگامی که در جایی که سرچشمه قوت ماست، مثلا اگر تابستان ما دم گرفتن بخوایم یا که زمستان دم گرفتن خواهیم، اون رو خوب اگر بدانیم ما میتوانیم از آن با ثمرتر استفاده بریم. و همچنان درباره اون سال شماری که میگیم که است سال شماری چینی خطایی که به حیوان ها تقسیم شده است و واقعا اگر که این را هم اگر به نظر بگیرید، خرد انسانی، خرد قدیمه انسانی در داخل خودش بسیار چیزهای منفعتناک برای ما دارد و همه اینها رو دانستن برای ما خیلی خیلی در حالت ضروری کمک میکند. ما مثلا از روی این سال شماره ها حتی مناسبتی که کی با کی چگونه دوست شده میتواند یا نمیتواند، کی با کی میتواند همسر باشد یا نباشد، این چیزها رو هم در داخل آن پیدا کردن ممکن است در بنیاد مناسبت ها. از این رو اگر که شما با کسی ستارتون راست نمی آید، از اون آدم نمیرنجید، میگید که این آدم خوب است ولی من با او نمیتوانم در یک موج باشم. موج های ما گوناگون است. طوله‌نامه تا کجای دارد؟ البته همه چیز این 100% نیست، با چیزهای دیگر هم هستند. یک خود طوله‌نامه معین نمی‌کند تقدیر ما رو، ولی در داخل طوله‌نامه بسیار چیزهایی هست که ما میتوانیم از آن استفاده بریم. یک چیز است که مثلا حاضر از بعضا از تلویزیون‌های مرکزی هم هست، بعضا در هفته‌نامه ها سال پیش چاپ می‌کردند، اکثر اونها چیزهای ساخته دروغ بودند. برای دانستن طوله‌نامه واقعی متخصص ساحه بودن لازم است. و یک چیزی که مثلا هفته آینده کار شما آمد میکند یا آمد نمیکند در جای خواندید، این معنی ندارد که حتما اون چیزی که شما خواندید همون چیزی است که واقعیت دارد و شما باید با اون تکیه کنید. ولی اگر طوله‌نامه واقعی باشد، متخصص ساحه خودش باشد، از آنجا بعضی چیزها را گرفتن ممکن است. اگر واقعا این رو برای شما متخصص گفته باشد، اونی که حساب کتاب میکند میبیارد، میبیند که در شما با کدام موج موافقت میکنید، در کدام حالت شما نیروی شما قوی تر میشد یا کمتر میشد. این چیزهایی هستند که این هم یک علم است. یک علمی است که اگر که آن رو ما ندانیم، اگر که متخصص برای شما نگفت، اونجا میتوانید به احتیاط باشد برای باور کردن. ولی اگر برای شما مهم باشد که این رو بدونید، بهترش متخصص رو پیدا کنید. اصلا در عالم اینترنت بعضی متخصصان معروف هم هستند که در این باره دانش‌های رو، معلومات‌های رو پیشنهاد میکنند. مثلا حتی برای مملکت‌ها، برای کشورها، برای خلق‌ها پیشگویی‌ها هستند. مثلا همین کوویدی که چند سال پیش گذشت، یک سال پیش درباره این خیلی علاقه اطلاعات آمده بود که یک حالت مشکل به سر انسانیت می‌باید. درباره بیماری یا بیماری نبودن اون خبر نبود، ولی خبر اون بود که یک حالت مشکل به سر انسانیت می‌باید. شخصا وقتی که آدمان میشنوند فکر میکنن شاید زمین جنب میشود، شاید آبخیزی میشود، ولی آمد کووید، آمد بیماری که دربارش ما من تصورات نداشتیم، گویا یک زکام عادی بود، ولی چگونه با دهشت‌ها مردم رو هم ترساند، هم چقدر مردم از بین رفتند، چقدر آدم‌ها بیماری وزنین شدند. یعنی این چیزها هستند. این نشانه اون است که ما در این عالم تنها نیستیم. از بس که عالم خیلی پهنای کلان دارد، عالم کوانتی وجود دارد و در آنجا دانش‌ها هستند که به انسان در روی زمین هر سر چند وقت انتقال کرده میشوند و اون متخصص هستند که این دانش‌ها را از آنجا گرفتن میتوانند. برای همین هنگامی که ما درباره زندگی خودمان فکر میکنیم، اگر ما موفق شدن خواهیم، باید بدانیم عرصه زندگیمون رو و تقویم تنظیم وقت یکی از اون چیزهایی است که ما باید پیشکی درباره آن فکر کرده توانیم. نقشه های نیت های باید داشته باشیم، آنها رو میتوانیم بیان کنیم، به زبان میتوانیم بنویسیم و بعدا ما نتیجهش رو میبینیم.
و هر چیزی که همه گونه نیت ما اگر خالص باشد در دایره وقت اگر ما رو معین کرده توانسته باشیم قوه خودمون رو به نظر بگیریم، امکانیت های خودمون رو به نظر بگیریم و اون چیزی که به ما تقدیر طبیعت روزگار داده میتواند آنها را اگر به نظر بگیریم ما میتوانیم واقعا بسیار چیزها رو در زندگی خودمون آسان‌تر جابجا کنیم. و مقصد از این صحبت هم همین بود که زندگی یک دوره بسیار کوتاه است و اگر ما وقت خود را جابجا کنیم، در جابجا گذاری به احتیاط باشیم، به دقت باشیم، ما از زندگی ثمره بیشتر، خوشی بیشتر، منفعت بیشتر و اون چیزی که با نام سعادت همیشه آرزوش رو داریم به سعادت شاید بیشتر میرسیم وقتی ما خوشحالی و ما خوشحالی بیشتر شاید و موفقیت های بیشتر شاید نصیب میکند و چون آدمان موفقی که ما دربارش بسیار میشنویم میخوانیم که همگی 24 ساعت وقت دارن ولی اونقدر عمل میکنن، اونقدر فعالیت دارن که در عرصه تاریخ نامشان جاودانه مانده است. خب اگر همه ما جاودانه مانده نخواهیم اقلا یک زندگی خوب میخواهیم داشته باشیم. ما این کار رو میتوانیم اجرا کنیم اگر به قدر وقت برسیم و این نظامی که زندگی طبیعت برای ما پیشنهاد کرده است اون رو به منفعت های خودمون استفاده کردنش را یاد بگیریم. این بود یک صحبت خیلی مختصر درباره تقویم که هر سال عوض می شود و ما باز هم تقویم های نو میگیریم و میبینیم که در اونجا چی است و بگذار هر سال نوی که به روزگار شما می آید منظم بگذرد و شما از آن خوب استفاده برید و خوشبخت باشید.